سلام خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از ماینکرافت. من امیرستوری هم اومدیم یه پارکور ماینکرافتی خیلی خفن ببینیم. حتما لایک و ساب کانال یادتون نره، یه کامنت هم به من بذارین. خب بدون هیچ معطلی بریم سراغ ادامه ویدیو. لیتس گو. خب بچه اومدیم با این ویدیو یه پارکور خیلی خفنه، یه برجی که دور داشت و پارکور انجام بدیم بریم بالا. تنها مشکلی که من توی این پارکور دیدم اینه که چک پوینت نداره، فقط اینه اول کاره، به خاطر اینکه اینجا هم ببینید ویده. به خاطر همین باید خودم مثلا بایوم عوض میشه، هر از یه دیگه‌ای که مثلا پارکور انجام بدیم بایومش عوض میشه. خودم هر روز اونجا دیگه یه ریسپان میذارم، یه چک پوینت برای خودم میذارم. اینا گفتن که فکر نکنین تقلب در کار. خب بریم که شروع کنیم. این اول کار یه تایمر بهمون میده که تایمرش کار نمیکنه. این کار به تایمر نده. راستی بچه اگه میدونین که برای ماینکرافت برای پارکور انجام دادن خوب FOV رو چه عددی بذارین حتما بهم بگین که چه عددی باشه بهتره. خب تا الانش که پارکور خوبی بوده. خب الان برگردیم کل مسیر رو باید برگردیم. خب ای بابا اینجا باست. میبینید بچه اونجا مثلا بایومش عوض میشه. من جلوتر یه دونه میبینی الان رفتیم داخل یه بایوم دیگه که افتادیم. حالا من اینجا یه دونه چک پوینت میذارم. اینجا یه تختی گذاشتم ریسپان روش ست کردم. ای بابا ببینید بچه مثلا برای این اینجا رو اونجا چک پوینت گذاشتن، اینجا مثلا زیر پام ویده. اگر اشتباه کنم مثلا بیفتم پایین دوباره برمی رفتیم از اول شروع میکردیم. ببینیم که وانترهایی بردش کردیم. نه اشتباه کردم. خب اینجا وایسیم. الان همه باید بارمون بیاد. اگه میخواستیم که نمیومد. ای بابا اینجا که رد میکنیم اون برش میفتیم. حالا برای چک پوینت بعدی بارون و اینا هم آف میکنم که اذیت نکنم. ای بابا چه خبره بابا، صدا چقدر بیده. من با اسلایم مشکل دارم اصلا. باید دستم ور دارم یه لحظه. این دفعه دیگه بعد میکنم. حالا اینجا هم ردش کنیم. بذار روی این یکی بپرم فکر کنم بهتر باشه. خب ای بابا
دوباره گیر کردیم پشت اینجا. گفتم رد کردم. چی میشد دوتا اسلایم بذاری؟ اونجا یه سختش رو رد میکنم، اینجا که جامپ ساده هست میمونم. آها خوب نمیشه یه جوری تقلب رو نمیشه کرد. جو بپریم. خب ای بابا آها خب این دفعه باید با دقت باید دقیقا به گوشش نگاه کنم. آها یه جا دیگه. خب الان دوباره رفتیم بایوم ندر. خب الان من اینجا افتادم چجوری باید برم بالا؟ یه برم که بس هست. ببینم آها خب من یه چک پوینت دیگه اینجا بذارم به خاطر که یهو میافتیم داخل لاوا. همین بالا یه دونه بد میذارم ادونچری متاسفانه. خب من اینجا برای یه ریسپاین پوینت ست کردم. بریم برای ادامه. خب یه جامپ دوباره اسلایم، ولی این یکی اسلامش کم به خاطر که 4 تا بود این نرده بود. گفتم نه 4 تا است آسونه. حالا دیگه گیر کردم. ای بابا خب دوباره اینجا یکم سخته. ای بابا ببینیم باید چیکار کنیم. اینجا که راه نیست. خب دوباره این اسلایم. ای بابا آها اینجایی وای میسیم. یک بلاک درست نگذاشتی چیه میشه؟ بذار از پایینیش جامپ بزنم. نه ای بابا
آها. اوه اوه سخت شد دیگه. آها آها. حالا همین که سادهش میخوای بیفتم یا آها نیفتد. حالا اینجا چیه و بریم اینجا که بسته است با این دیگه. خب اینجا اوه اگه بیفتیم میبینی دوباره اول بازی. خاطر همین دوباره الان فکر کنم یه دور این بربچه زدیم. ای وای ترسیدم. خوبه که این بود. خب یک دور زمین دوباره رفتیم باید بعدی من اینجا ریسپان پوینت میذارم. خب اینم از این اینجا خوبه. فکر کنم این مرحلهش آسون باشه. خوب تلانش که خوب بوده. آها ای بابا ببینم از اینجا میشه رفت. خب اینم از اینجا اینم از اینجا. خب باید بپریم روی اون. خب باید بریم روی این سقفه. ای اوه باید میرفتیم از بالاش میپریدیم بالاش از اونجا. ای بابا اینجا هم نمیشه. باید دوباره بریم از اینجا. از کجا بود رفتیم بالا؟ باید از اینجا بریم. دوباره کلی افتادیم عقب. راستی بچه ها داخل کامنت ها بریم بگین که چه سبکی ویدیوهایی دوست دارین. از ماینکرافت و اینا خوشتون میاد بیشتر ویدیو بذارم یا نه؟ از پارکور خوشتون میاد؟ میدونم شاید از بازیهای دیگه هر چیزی هست داخل کامنت ها بریم بگین. آها یه راه جدید. ای بابا خب این از اینجا. جای سادهش تو بگیر کرد. البته خیلی هم ساده نیست. چرا اینجوری میرم؟ نمیشه. یکم باید دقت کن. بار اول وانترایی میرم ها. آها اینجا برم پایینیه نه بالاییه. آها دوباره بریم بالا از اینجا. خوبه بریم پایین جام میزنیم بریم بالا از اینجا میپریم اینجا.
دوباره داریم میبینیم بایوم جدید. خب حالا کجا بت بذاریم؟ اینجا روی این سکوه من یه چک پوینت دیگه میذارم. خب اونجا من یه چک پوینت گذاشتم. بعد بریم اونجا. هیچ. اگه افتادیم پایین نردبون هست. حالا من چجوری بردارم بالا؟ این دوباره من باید برم از اون اول. خب چه کاریه؟ الان بذار نه میخوام اینو بنزنم بالا که دوباره کریتیو نکنم بد بردارم. البته ولش کن، وقتی خواستیم چک پوینت بزنیم برمیم. ببینید چقدر بزرگه. ای بابا حالا بده درد سر شده. الان فکر کنم 2-3 دور چرخیدیم. باید از روی همین بده بپرم. خب بچه ها این کاری که میکنن تقلب نیستا. وقتی که رفتیم بایوم جدید این باید یه راه میبوده که نمیبوده. وقتی میخوام خب این دفعه یکم با دقت بیشتری. دقت بیشتر ما دیدیم چقدر قشنگ بود. این دفعه دقت بیشتر تری میکنم. خب اینجا دیگه راه هست که بیایم بالا. یه دورخیز باید جای دیگه بپرم. که اینجا نمیشه، نمیرسه به اون. شایدم اینا باید دابل، این 2 تا دابل جامپ یا اون 2 تا پریش پشت سر هم بکن. نه حالا دیگه اینجا نمیتونم یک جامپ ساده بزنم. خدایی نگاه چه گیر میکنم، چی گیر میکنم. اذیت نکن دیگه. باک خورده نکنه. این ورده درست شد. کنم باک خورده بود نمیشد بپری. الان چرا دیگه نمیرسم بری. وای بابا باید دقت کنم دوباره. بذار بریم عقب. اون نمیرسه چرا.
دوباره این عقب اون دفعه رفتم ولی فکرش نمیکردم برسه. همینجوری دویدم اول افتادم پایین. این عقب بعد تا آخر این بلاکه بیام. ای بابا خب بچه ها زمان ویدیو بالا رفته، تا همینجا کافیه. این صحنه یادمون باشه پارت بعدیشو اگر لایک های این ویدیو خوب بود حمایت کردین، پارت بعدیش ادامه این میره. خب مرسی که ویدیو تماشا کردین. لایک و کامنت فراموش نشه، حساب کانال هم یادتون نره. تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ.